دخترایی که بهشون تجاوز شده به جنون میرسن و آدم بدا رو به سزای عملشون میرسونن. رفقا سلام، به کانال کینگ مووی خوش اومدین. امروز قراره بریم سراغ یه فیلم اکشن و هیجانی به اسم ایون لمبس هاف تیث. توی ادامه ویدیو اسپویلر هست، پس مراقب باشین. داستان فیلم با این دوتا دوست صمیمی شروع میشه. کیتی که یکم سختگیر و مقیده و اسلون که دختر بی‌بندوباریه. این دو نفر میخوان به یه سفر خارج از شهر برن تا توی مزرعه به اسم مزرعه ارگانیک برای یه ماه کار کنن تا بعدش بتونن برن به نیویورک و هر چی که دلشون خواست بخرن. صبح روز بعد جیسون دایی کیتی میاد دنبالشون و اونا رو میبره به خونه خودش و نامزدش تا شب اونجا بمونن و فردا صبح به سمت مزرعه حرکت کنن. اون شب اونجا سپری کردن و روز بعد میرسه و جیسون اونا رو میرسونه دم ایستگاه اتوبوسی که به سمت مزرعه میره. جیسون یه کارگاه محافظه‌کاره و از کیتی میخواد هر بار که بهش پیام داد آخر پیام از یه کلمه رمز استفاده کنه و هر دفعه یه کلمه جدید به کار ببره و قرار شد با کلمه سیب شروع کنن. بعد از اینکه جیسون رفت، کیتی و اسلون هنوز 1 ساعت تایم داشتن. تصمیم گرفتن برن به کافه کناری. اونجا با این دوتا پسر ملاقات میکنن و باهاشون سر یه میز میشینن و صحبت میکنن. این دو نفر با هم برادرن و اسم یکیشون جد و اسم اون یکی هم لوکاسه. برادرها به کیتی و اسلون پیشنهاد میدن که اونا رو تا مزرعه برسونن. با اینکه کیتی نمیخواست درخواستشون رو قبول کنه، اما وقتی سکوت ملتمسانه اسلون رو میبینه تسلیم میشه و دوتایی به سمت وانت آبی پسرا راه میافتن. اگرچه اوضاع طبق برنامه پیش نمیره، چون جد از کنار مزرعه‌ای که قرار بود اونجا پیاده بشن به راحتی عبور میکنه و باعث میشه که کیتی و اسلون یکم بترسن. تا اینکه چند دقیقه بعد جد ماشین رو کنار یه خونه نگه میداره. وقتی همه از ماشین پیاده میشن، مادر جد و لوکاس به کیتی و اسلون خوش آمد میگه و اونا رو به خونش دعوت میکنه تا یکم استراحت کنن و بعد به سمت مزرعه راه بیافتن. وقتی وارد خونه شدن، کیتی از داییش یه پیغام دریافت میکنه و با کلمه رمزی که توافق کرده بودن جوابشو میده و میگه که ما خوبیم. در همون حین از چایی و کیکی که مادر پسرا براشون آورده بود میخورن و بعدش کمی احساس گیجی بهشون دست میده و دیدشون تار میشه. اینجاست که میفهمن مسموم شدن و با عجله از خونه میزنن بیرون تا به سمت جاده فرار کنن، اما بیهوش میشن و جد و لوکاس اونا رو برمیگردونن به خونه. روز بعد کیتی و اسلون در حالی که وحشت کردن و دستشون با زنجیر بسته شده خودشونو وسط جنگل میبینن. بعد از کلی جیغ و داد و درخواست کمک، جد میاد پیششون و بهشون میگه قراره از این به بعد اینجا زندگی کنن و براشون لباس و یه سری وسایل شخصی میاره. روز بعد رئیس جد بورس پیداش میشه و تلفن کیتی رو میگیره که چک کنه آیا کسی از جای اونا مطلعه یا نه. وقتی بورس توی پیاما کلمه رمز سیب رو میبینه، قضیه رو ازشون میپرسه و میگه که اگه دروغ بگن بد میبینن و اونا میگن که برای اینکه دایی کیتی بدون حالشون خوبه، آخر هر پیام کلمه سیب رو تکرار میکنن و به لورس دروغ میگن، چون قرار بود هر بار کلمه رمز رو عوض کنن و میخوان از این طریق به جیسون دایی کیتی بفهمونن که اونا در خطرن. لورس هم گول میخوره و به جیسون دایی کیتی پیام میده و کلمه سیب و آخر پیامش مینویسه. مدتی بعد که به نظر میرسه اوضاع به روال عادیش برگشته، کیتی و اسلون دارن آماده میشن تا دوش بگیرن، ولی همون لحظه میبینن که کلانتر داره بهشون نزدیک میشه. کیتی و اسلون خوشحال از اینکه نجات پیدا کردن به سمت کلانتر میدوئن و پشتش قایم میشن، اما چیزی نمیگذره که معلوم میشه کلانتر هم همدست و اومده تا با یکی از دخترها تجاوز کنه. کلانتر کیتی رو انتخاب میکنه و بعد از اینکه از اونجا میره، اسلون میره پیش کیتی تا آرومش کنه. در همین حین جیسون دایی کیتی به خاطر کلمه رمز اشتباهی که از کیتی دریافت کرده نگران میشه. از طرفی جد و لوکاس مشغول مشتری جدیدشونن که اسلون رو انتخاب کرده، در حالی که جیسون موفق میشه با محل کار دخترها تماس بگیره و میفهمه
میفهمه که اونا دیروز اصلا اونجا نبودن. اینجاست که جیسون میفهمه دخترها در خطرن و با عجله میره تا پیداشون کنه، در حالی که امروز کیتی و اسلون قرار وحشتناکتر بشه و مشتری بعدی تو راهه. مرد ماسکدار اسلون رو انتخاب میکنه و میبرتش داخل اتاقک. وقتی اون مرد میره، حالا نوبت کیتیه که بره پیش اسلون و آرومش کنه. معلوم نیست مرد ماسکدار با اسلون چیکار کرده که حال اسلون بدتر از دفعه قبله. تو صحنه بعدی جیسون تونسته دفتر کلانتر رو پیدا کنه و میره پیشش تا گزارش بده، اما نمیدونه که کلانتر خودش همدست اوناست. اینجاست که میفهمیم جیسون یه کارگاه پلیس ساده نیست و یه مأمور FBI. جیسون به کلانتر میگه مطمئنم دخترها دزدیده شدن. اون حتی راجع به رمزی که تو پیاما بین خودش و کیتی رد و بدل شده میگه و اینکه چون کیتی از رمز جدید استفاده نکرده مطمئن اونا در خطرن. اینجاست که کلانتر به بوریس رئیس آدمبدا راجع به رمزی که تو پیامای کیتی و جیسون رد و بدل شده میگه و وقتی که بوریس این موضوع رو میفهمه، از ترس اینکه جیسون که یه مأمور FBI اونا رو پیدا کنه، به جد میگه که کیتی و اسلون رو بکشه و جسدشون رو یه جا رها کنه. کیتی قایمکی حرفاشون رو میشنوه و از نقششون خبردار میشه. جیسون به کافه‌ای که دخترها توش با اون دوتا برادر آشنا شدن میره و موفق میشه از مسئول کافه یه سری اطلاعات راجع به اسم و مدل ماشین پسرها به دست بیاره. روز بعد در حالی که کیتی داره به اسلون راجع به نقشه وحشیانه اونا توضیح میده، جد و لوکاس با یه نفر نزدیکشون میشه و به اون شخص میگن اونجا نگهبانی بده تا اونا برگردن. کیتی از این فرصت استفاده میکنه و در حالی که میخواد مخ اون مردو بزنه بهش نزدیک میشه و گلوشو با دندوناش سوراخ میکنه و بعدش زنجیرها رو از دستاشون باز میکنن و چند دقیقه بعد کلانتر میرسه اونجا تا دخترها رو بکشه، اما به محض اینکه از ماشین پیاده میشه دخترها ماشینشو میدزدن و میرن. کیتی و اسلون میرن به سمت یه مغازه ابزار فروشی و هر ابزاری که بتونن به عنوان اسلحه ازش استفاده کنن و برمیدارن، چون تنها چیزی که الان دخترها بهش فکر میکنن انتقام گرفتن از تک تک کساییه که این بلاها رو سرشون آوردن. دخترها از صاحب ابزار فروشی آدرس بوریس رئیس جد و لوکاس رو میپرسن. از طرفی جیسون داره به تحقیقاتش ادامه میده و رفته سراغ یه شرکت بیمه ماشین تا مشخصات فردی که یه وانت آبی و مشخصاتی که صاحب کافه داد رو پیدا کنه. برای همین یه داستان سرهم میکنه که انگار با یه وانت آبی تصادف کرده و میخواد بدون صاحبش کیه و اونا مشخصات رو بهش میدن. بوریس رئیس آدمبدا برمیگرده خونه، ولی معلوم میشه که کیتی و اسلون از قبل اونجا کمین کردن و توپای تنیسی که پر از میخ بودن و به سمتش پرت میکنن و به شدت زخمیش میکنن. الان که ورق برگشته، این بوریسه که باید برای زندگیش به دخترها التماس کنه و حتی کلی پول بهشون پیشنهاد میکنه. همون موقع جیسون میرسه دم در خونه بوریس. کیتی و اسلون مشخصات مردی که ماسک داشت و از بوریس پرسیدن و بعدش به طرز فجیعی کشتنش. وقتی جیسون بالاخره وارد خونه شد، معلوم شد که کیتی و اسلون رفتن و فقط بوریس در حال مرگ اونجاست. جیسون از بیرون صدای ماشین میشنوه و وقتی میره میبینه که چند نفر با وانت آبی بوریس فرار کردن. جیسون بوریس رو میبره بیمارستان، ولی بوریس تموم میکنه. جیسون سعی میکنه آخرین تلاششو بکنه و زنگ بزنه به کیتی که میبینه صدای گوشی کیتی از جیب کلانتر میاد. اینجاست که جیسون قضیه رو میفهمه و کلانتر با اسلحه جیسون رو تهدید میکنه. کیتی و اسلون میرن دنبال مرد ماسکدار و میفهمن که مرد ماسکدار در واقع کشیش کلیسای محله. اسلون وارد کلیسا میشه و اینجاست که با مردی که اون بلاها رو سرش آورده روبرو میشه و به کمک کیتی از شر اونم خلاص میشن. کیتی و اسلون بعد از یه مسافتی از ماشین پیاده میشن و اینجا معلوم میشه که عاقبت مرد ماسکدار به همون یه ضربه ختم نشده و تمام این مدت داشتن اونو روی زمین میکشیدن. در نهایت روی اون مرد بنزین میریزن و زنده زنده آتیشش میزنن. در حالی که جیسون توسط کلانتر اسیر شده و
کلانتر 2 دختر دیگرم برای اهداف کثیفش اسیر کرده. خوشبختانه همون موقع کیتی و اسلون میرسن تا دخترها رو نجات بدن. اونا دست و پای کلانتر رو میبندن و توی یه بازی ترسناک به نوبت به سمت کلانتر شلیک میکنن تا ببینن بالاخره کدومش تیر میشه. دقیقاً زمانی که کلانتر داره برای زندگیش التماس میکنه، بالاخره کیتی کارش رو تموم میکنه. کیتی و اسلون دخترها رو آزاد میکنن و بهشون میگن جیسون رو آزاد کنن چون نمیخوان رد پایی به جا بذارن و جیسون اونا رو ببینه. کیتی و اسلون میرن به خونه مادر جد و لوکاس که اونا رو مسموم کرده بود و خود اون زن رو مسموم میکنن و دست و پاشو میبندن و میبرنش انباری. اونجاست که اون زن پسرش جد و لوکاس رو میبینه که توی همون وضعیت گرفتار شدن و جلوی چشم زن پسرشو به شکل فجیعی میکشن. بعدش میرن سراغ لوکاس و به جای کشتنش چوب بیسبال رو میدن دستش تا مادرشو بکشه و اگه این کارو نکنه اونا میکشنش. اما لوکاس نمیتونه این کارو بکنه و در نهایت دخترها لوکاس رو هم میکشن. بعدش اسلون اسلحه رو جوری تو دست لوکاس قرار داد و صحنه سازی کرد که انگار همه این قتلا کار اون بوده و در نهایت خودکشی کرده. مادر پسرها به دخترها التماس میکنه که ببخشنش، ولی دخترها به جای این کار ماشین چمنزنی رو میارن و به طرز فجیعی از شر اون زنم خلاص میشن. توی صحنه آخر فیلم جیسون رو میبینیم که اومده خونه کیتی تا کیتی و اسلون رو ببره فرودگاه تا به آرزوشون برسن و برن به نیویورک. ممنونم که تا پایان ویدیو همراه ما بودین.